یعنی سهراب بیمار شد؟ آجوی بخلان زنگم نزد و من هم در لحظه آخرین زنگ زدم. زود آمدم. کارهایم زیاد بودند. خدا شفا دهد. از دستم چی میآید؟ اگر دیشب احوال کارلوس را میدیدید بیچاره رسما برباد شده است. بخیر باشد. خداوند به همتون زنهای صالحه نصیب گرداند. آمین. پیغمبرمون گفتند بدترین مردهای امتم مجردانند. زودتر زن گرفته عائله برپا کنید. همین طوره که این طور باشده که به خدا میسوزید. اما توصیه هم دادن روزه گیرید. به قدر امکان روزه گیرید. برای ما بی رمضان هم مشکل می نماید. چی روزه گرفتن شرط است؟ توبه، استغفرالله، توبه. اگر به شیطانی در درونت بوده لجام زدن خواهی، اون بیناموس رو گرسنه تشنه گذار. غیر از این کار راه دیگر نداره. بودن پیغمبران و اولیاهایی که عایله دار نبودند. این توصیه را پیغمبران به من و تو میدهند. آنها خودشان را در راه خداوند فدا کردند. به این هم حضرت ها از سر تا پا رحمت شدند. شیطان به آنها کاری نمیگیرد و ضعیف‌های مثل من و تو کار دارد. خدا از شما راضی باشد اکای صالح. انشالله این توصیه‌تان را به جا میارید. این توصیه من نیست، از آن پیغمبرمان است. باز هم نزدیکتر شوید. خوب است. مسافه رو دور نکنید. ای خدا، با این ماشین چی شده؟ چراغک روغن گریان شده است. نمیبینی؟ ناممکن است. آخر دیروز عوض کرده بودم. اکای صالح، اینها چراغ‌های صدموی رو گیران کردن. در فکرم یکان مشکلی شده. سرعت را پس کردن. یعنی به اینها نزدیک شو. چی شد به این ماشین رفت؟ چی شده است؟ ای خدا، از ماشین روغن می‌چکد. معلوم می‌شود که ویران شده است. ناممکن است. اگر میشد دیروز میدیدم. کنی خوبتر نگاه کن. ایستا، تو چی کار میکنی؟ این صدای تیر بود. بله، صدای تیر بود. با دقت باشه. بچه ها، یکان نفر از اون دیده نماند. مقابل می‌فرماند. قدام افتادش کمک طلب کن. اقرب سه برامن در راه بین جنگلدار چینارها قدام افتادیم. در راه بین جنگلدار چینارها قدام افتادیم. بالتا دختر زیبو بود، همینطور نه؟ دختری خوب بود. کاری دنیا همین است. یک دختر را 1000 کس نزدیده یک کس بگیرد. درونم میسوزد بالتا، درد میگیرد. ای حق، این شخص مصیبت زده هست، دردمنده هست. خواب نرو، چشمت را گشا. و چنان درد گرفتار شدم که به 1000 درمان عوض نمیکنم. ها، چشمه شادت ویل دراز زده میبراید، شربتش را حاضر می نوشند. چشمانت را گشا. شاد و روشن گوید. عقل من نمیرسد. یگان نفر را داشتن خواهید رویم. برای عارف اشارت هم بس است، اما در چشم بعضی ها چوب دراری هم بیهوده است. آخر چشمانتان را کشاید.
اماکی حکمت چیزی میگوید هرزگویی نمیکند وقت رسید وقت. برادران رفیق خانمان را به دوم افتاندم. زودتر میرویم. رفتیم. به دوم؟ من از دوم دیوانه میشوم. اماکی حکمت مادام که همه چیز رو پیشتر میبینید مرا آدم برای خبردار کنید. دخیل خاموش گپ نزن به عقل. آدمانی در جنگل بوده را میبینی؟ من را نمیبینم. یک کس از این طرف رود از اینجا نمیشود. های لشمن بروم برو محفظت کنم. نمیبینم. شاهین یک طرفی. از این آبادانی خلاص شدن بتوانیم. یک دو سه. آدمانی در جنگل بوده را میبینید؟ به شرف. یک نفر دیگر را سمافتید. بچه ها کجا شدن؟ کمک تلف نکردی زری؟ تلف کردم. شاید در راهن. خیلی برادرم کارمون باقی نرسیده است. دو نفر اون را کشتم به ناموسم. خواطر نشم مسئله همه شما ببینید. بهتر از بیهوده بدتر نکنیم. اگر به جنگل درویم ما را نمیابند. گریخته خلاص میشه. نمیشود. اونها رو به دوم افتاندیم. اکنون ترسوچه برای گریخته. سردارم حاضر برای آنها کمک میفرستند اما رحم نمیکنند. رحمت را گیر شرمنده. این مخلوق را خودت عارف کجایید؟ نمیآید. توقف کنید. اکای ساله کمش مونده. در راهیم. اکا جان حاضر میرسیم. آنها در جنگلند و اینجا نآیید. از پس آنها درآیید. فهمیدم اکا. موافقی گفته‌تان عمل میکنید. این جنگل رو در کجاست؟ من میدونم. کارلوس از اینجا تونده. بچه ها با دقت باشد. مثل مرچه ها به صدا رو گردید. اکا از ما هم زخمی هستن. اگر میبود میگفتم بچه رفتیم. تو خط کن اکای ظریف حاضر میآیی.
شد؟ رفتن؟ نه، برآمدن ما رو انتظارن. اکی صالح، خلیل نموده است و زنده است، اما خیلی دور است. تا آمدن بچه ها رفتن نمیتوان. اگر نرویم او میمورد. احمقی نکن ظریف، حیاتی همه ما را در خطر نماند. اکی صالح، شما گویید چیکار کنید؟ نمیدونم ظریف، شاهین راست میگه. شاید زخمش بدین نباشد. شما مرا محافظت کنید، من او را گرفته میارم. مایل است ظریف، بعد از اشاره ما میبراییم. ظریف برو. یا یک نفر شما رو بر برونه زودتر میرود. ظریف حالت خوب است. ظریف میشنوی؟ ظریف ما رو میشنوی؟ ظریف ما رو میشنوی؟ ظریف ما رو میشنوی؟ فکرم با ظریف یکم واقع شده است. چیزی نیست. با ظریف چیزی نمیشود. او برادری من است. با اون چیزی نمیشود. انشاءالله همیشه. انشاءالله. یکان چیز را میبینی کارلس؟ در اینجا است. یک، دو، سه، چهار، پنج نفر. ظریف قربانت شوم، صلایت رو برار، مرا میشنوی؟ و فکرم او را پرادن. این عارف کجا شد؟ عارف در کجای؟ ظریف رو پراندن. رسیدیم اکی صالح، در پسشان هستم. رفتیم. اکی صالح من خوبم. با سنگ و چوب ها زدنی خود را پدمان شدم اکا. آماده نشوید اکا. خلیل ها را هم زنده. خدا رو شکر. ظریف تو از آنجا نبرا. خوب شده است اکا. طرف راست از من. چپش از من است. منش اول تو با کارلس، بعد من و رجب. کارلس به ایست پران. هر قدر توانه نیست کن. خوب شده سکن. ای خدا مدد. انا بدامی خودمان افتاده. یکون کس برو کشند. سرتو بیایم. شبش راست از بالا. انا شما گفته بودم سردارم. هر وقت باید میکوریستی. اکی صالح، خلیل ها را هم زنده. مایلش من به نظرش میروم. اکی صالح کمی دیگر صبر کنید. عارف هم با بچه ها آمد. همه رو نیست میکنیم. باید او رو نجات دهیم شاهین. در پیش چشمانمان او رو به من حواله نمیکنیم. ظریف مرا محافظت کن. خوب شده است اکا. دام بوده است. زنده؟ آنها به ما دام گذاشتند.
ماشین را از کار برآوردند. اینها اینقدر خائنی نابکار بودند، آخر کاری آنها به در شیطان هم نمی آیند. برای همین باید آنها را ریشه‌کن کنیم. ظریف، حریفان بیناموس ها، انا با شما. نابودتان. بهترش پروخنده آنیت نکنم، ولی اگر در اینجا ایسته نجاتم بیوبه. کار دراز کشید، من اونجا میکنم. رفتم ما هم میرویم. رفتم آگرشه بچه کنه که تدیروی تو کسی نبتوانم. آفرین. نپرونید، من با آنها نیستم. مرا اسیر گرفتند. بلش، آرام شو. اطراف را نظارت کنید، یگان کس هست. تازه اینجا هم تازه است بکا، کسی نمانده. خوب شد که آمده مرا نجات داد. عارف با دقت باش. به سرم سلاح گذاشتن، چنان ترسیدم که گفته نمیتوانم. عارف، چی کار کردید؟ اینجا تمام شد اگر. شما چی حال دارید؟ خدا را شکر هممون زنده ایم. آنها همشون کشته شدند. بله، تنها اسیر گرفتهشان زنده ماند و خلاص. خوب شد که در وقتش آمدید. اگر دیر میکردید مرا هم میکشتند. آن اسیر کارمندی وظیفه‌دار نیست عارف، او هم از تشکیلات است، با آنها همکاری میکنند. عارف! عارف تو مرا میشنوی؟ عارف در آنجا چی شد؟ خوب هستی عارف؟ اکای سوله اکای عارف رو پروند. اکای عارف Хочется сладкого? Лакомка от фабрики Ата – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини – маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики Ата. Самое сладкое удовольствие. عارف فرامش نباید تو بودی. آیا بودی دیگر؟ خواهش میکنم بگو با چی کار میکنه؟ خدا نشان ندهد. قسم میخورم.
برو ببینم بزر کنه خواهش میکنم از برای خدا یه بزر کنه داخل ماشینی یاری تجیلی کجا شارم شوید اکیوری چشمانت را کشا یه کار کنه اکیوری چرا خاموشت آخه دیلش کار نمیکنن آرام برموز آرام شد اکیوری آیسته تر بالتا آرام شو برادر عارف ایست برادر ما رو آماده کردی اکیوری آخه تو چی گویم تیر در داخلی برای جلد مونده عارف خودش چی گفت؟ نه خدا آدم این شوخی کنن خیلی شوخی به خدا بدارم بسیار در میکنم خدا را شکر گمان کردم که تو نیست از دست دادم عارف عجب آدم هستی این چه مسخره بازی خیر شده کن ما یک برادر داشتیم و میگونه شوخی رو با ما هم کرده بود من هم به او تقلید کردم خیر مایلش عذر میخوام وعده میدیم که دیگر تکرار نمیکنم خاموش شوید صدای تلفن این احمق است چی کار کنیم؟ جواب دیم؟ جواب دیم الو؟ برادر سردار شمدین هستم گوش میکنم سردار چی باشد؟ منتظر پنیرو هستیم صاحبی پنیر هم می آید حال شما چی خیل است؟ سردارم راستی حال ما خوب نیست اکا از پنیر سخن میکنم منش فهمیدم تو دوام دیم سردارم یک خبر شنیدم رفیقان با دشمن ها مبارزه بردن اما هیچ نه ما دوام میدیم تو به نزد ما می آیی؟ بله می آیم سردارم آیا در همان مکان هستید؟ بله در جای اولا در باغچه نزد فابریکه چرخ در طرف توزلا بود همین خیلی؟ توزلا؟ چه توزلا؟ در طرف چشمکوی هستیم سردارم به خدا گرنگ شدم زودتر بیا این مراتب نقشه‌ای کلان داریم بسیار نقشه‌ای کلان خوب شده است من در حال می آیم سلامت باش این یکی از تروریستان پنیر چیکار داشته باشند پنیر رمزی یگون چیز است شاید مواد مخدر باشد نه پنیر گفتنی چیز مقصد از بمب نمودی S4 می باشد اکا آخران سخنش نقشه کلان بود معلوم می شود که گروه تروریستان برای عملیات نقشه کلان دارد اکا چیکار میکنیم؟ باز چیکار میکنیم؟ زودتر رفته حمله میکنیم نه برادر نمی شود به اجازت عمل نمی کنیم من با آقای مدیر زنگ زدم میفهمم اگر اجازت دیت حمله میکنیم ظریف تو سراغه انیق این مکان رو یا خوب شده است رفیقان زودتر با ماشین ها سوار شوید زودتر بچه ها زودتر بیامو در حقیقت شما رو اسیر گرفت نه تنها مرا بلکه تمام مردمی در بام بوده رو دیوانه میشم بعد چی شد؟ خدا رو شکر که در بام یک پلیس بود او رو زد و ما خلاص شدیم وای کی بود است این پلیس؟ باید او رو ببینیم یک جوان عجیب و زیباز حتی دیشب به او بخوردیم چی؟ بخورده؟ یک چیزم افتیده بود اون رو آورد بعد به او چوی و قهوه نوشیدیم شوخی میکنی سنم فقط نگو که با پلیس بخوردم نه جانکم چه خیلی شوخی چی؟ پلیس با تو معقول شد؟ راستش رو بود؟ نه یعنی نمیدونم جوانی خوشروی بود صمیمی و خوش رفتار در این دور زمانی که جوانها کمند سنم دیوانگی رو بس کن چه خیلی بودنش معلوم است من این گونه جوانان رو خوب میدونم دیگر شب و روز نصیحت میکنن وطن ملت گفته میگردن از جنت و ایمان سخن میکنن حتی مجبور میکنن که این سطر بپوشی چی؟ آیا جوانی با تربیه و با ایمان بودن کاری نه خطا نیست اما آنها لایق ما نیستن بعد سر میشود همش این را نپوش آن را نپوش بیزار میکنن چرا این موضوع رو سر کردی؟ فراموش نکن باز میگویم از این آدم دور کیست عجیب رفتار دارد انیق تو را از خانه بر اومدن نمیماند چی گفتن یکی نمیشود؟ دوگانه جون همهش معلوم است آخر پدر و مادر در 100 سال به تو اجازت نمیدهند همین تر نه؟
چی شد؟ سنم را فراموش کردن نمیتوانی؟ کاش فراموش کردن اینقدر آسان میشد اکا. با خدا که دیشب خوابم نبرد. کارلوس و دختر همتا ندارد. البته که خوابم نمیبرد. و فکرم که او مرا بسیار نقد دیده است. راست میگویی. اکا با او زنگ زنم شما چی مسئله میدهید؟ خیر زنگ زنی چی میشود؟ اگر او را 2 بار به طرف خانه ببری پس پول اجاره خانه را داده نمیتوانی. اکا شاید این دختر خاکسار باشد همینطور نه؟ کارلوس عاشقی چنان کاری مشکل است. طرف به سرت هر گونه خیال‌های پریشان آمدن میگیرد. اکا این فکری ابله است؟ راست میگویید. فرض کردم که زنگ زده او را دعوت کردم. در کیسه هم یک پول نیست. آخر با او سموسه خالی خرم هم نمیشود. راست گفتی. کارلوس دستم رو افتاده نشد. حتما یگان دختری به خاص دلت میاد. بسیار فکر نکن. ظریف آیا اینجا نیست؟ اگه صالح آمد نزدیک میشویم. همه آماده شود. اطاعت سردار. آماده هستی؟ بله. رفیقان در درون 6 نفر می باشند. با سرداری ریاست جیدی ترور واخوردم. از آنها انتظار خبر می باشیم. فهمه آقای مدیر. زودتر همه جایش را گیرد. کارلوس برای خودت مکانی خوب بیار. اطاعت سردار. عارف ظریف شاهین شما با قفا روید. اطاعت سردار. سومن رجب شما همراه من بیایید. رفیقانی من قرار دادن که در روز استراحتی لیژه سواری می روند. اگر خواهی می رویم یک جایه. سنا دکانه جان تو دیوانه شده ای. الکه لیلی و مجنون. منیره تو چی ها میگویی؟ من یگون چیز نفهمیدم. میگویم که تو عقلت رو خورده ای. تا حال در فکری همون جوان هستی. آیا یگون جای گندگی دارد؟ این کاری نمیشده نیستنم. التجا میکنم هوشت رو به سر گیر. به من گوش کن. هرگز به او زنگ نزن. چیکار کردی؟ الکه زنگ زدی؟ پیامک نوشتم. ای خدایا در این دنیا غیر از تو کسی به من یار نمی شود. فهمید دخترکی زیبا؟ اکه سنم با من پیامک نویسد میگوید که بخورید. من از آن جوانهایی که تو گمان داری نیستم بیاد. خوب شده سکر. ای برادر دیوانگی را بس کن. قبول کن راضی شو. رفیقان بیایید فکری عملیات را کنیم. کارهای شخصی خودتون رو بعد حل میکنید. عذر میخواهم اکه ساله دیگر تکرار نمیشود. عذر میخواهم ببخشید. آقای مدیر ما جای خود رو گرفتیم. منتظر فرمان هستیم. فهم صالح کم صبر کنید. لبای چه خیر؟ شما چی ها میگویید؟ چرا بر وقتر خبر ندادید؟
یک ساعت شد که ما بینا را به احاطه گرفته‌ایم. دوله و خفا روید. در درون یک نفر از استخبارات می باشد. عملیات را بیکار کنید. فریدم آقای مدیر، فهمیدم، می رویم. عملیات بیکار شد، می رویم. چرا چی شد؟ صبر کن، در درون یک کارمند استخبارات است. و خطا برمیگردیم. یک تاش برآمد. آیا در اینجا کسی هست؟ تا بیرون برا. تا اون نپراند شما نپرانید. مرا شنیدید؟ کیست در اینجا؟ آنها نزدیک شدند. با خیرات یک کس را دیدم. این دو اطراف رو خوب نظارت کن. پروندن رو بس کنید، نپرانید. اونها ما رو دیدن، دیگر ایلاج نداریم. مرا گوش کنید، کارمند استخبارات را نپرانید. نباشد سرمون در بلا میماند. همه مرا شنید. اما اونو ایگنورتا کردن، چیکار میکنه؟ دیگر ایلاج نداریم، دو خورد میکنیم. از نزد تریزه ها دور استید. منتظر میشویم تا به درون درآیم. باید از اینجا برایم، نباشد تمام نقشه های ما برباد میرود. نباشد شما هم پراندن گیرید. ما از قفا میبرایم، دیگر چاره نداریم. زودتر باشید. کمی پرانم چیکار کنیم؟ از کجا میدونیم که به کارمند استخبارات است؟ مشکل نیست. اگر کارمند استخبارات برای پراندن مجبور شود را به هر طرف بفرماید. اما اگر تروریست باشد راست و بیرحمانه میفرماید. انا اینش بسیار خوب میفرماید. میتوانید توی را پرانید. ای احمد خان، به شما نشان میدهم امشب شب من است. اما تو رو نابود میکنم، میفهمید به شرفان. رئیستان ما را فهمیدن. در اینجا تیرپرانی میباشد. زودتر عکس شخصی لازمه را به من روان کنید. مرا شنیدید؟ زودتر روان کنید. میلش انتظارم. این کار چقدر دوام میکند؟ چی؟ ما این خبر وقت نداریم. زیر خطر مانده ایم. آقای سردار چی شد؟ اونها میفرمایند. عارف عکس شخصی در درون بوده را به ما روان میکند. با روان کردن اونها نپرانید. از جایتان نجنبید. آقای سردار احتمالی از خطا گریختن را دارند. چیکار کنیم؟ نمیدانم عارف، نمیدانم. اگر خواهد میبراید چرا نمیبرایند؟ از کجا دانم؟ شاید اگه نقشه دارن. کارمند استخبارات یک سال شد که فهمیدم آقای سردار ما به طرف خفا گذاریم. میلش گذارید. رفیقان من خفا را ندارد میکنم. آنها قرار نمی ایستند. شما هم با دقت باشید. عارف با دقت باشید. یکی از آنها به قفا گذاشت. او را پرانید. بسین، طرف قفا را نظارت کن. شما زودتر از اینجا روید.
سلاحت را پرتاب. خودت پرتاب. و تو میگم سلاحت را پرتاب. نگفتم تو مرا نمیشنوی. ظریف، عارف در کجاست؟ او رو میبینی؟ اخرب پنج. عارف، و گمانم که باز سرش در بلا مانده است. من رفتم میفهمم. شاهی نیست، نرفت. عمیق چی بودنش را نمیدونی. من چیکار کردنم رو میدونم. تو مرا محافظت کن. ظریف، رسمهای اونها را گرفتم. با تلفن روان میکنم. مایلش آقای مدیر. گوش کن برادر، من کارمندی استخبارات میباشم. میدانم. من فهمیدم. برای همین نفرام. فهمیدم. از کجا فهمیدی؟ دل را به دل راه است. چه خیلی میفهمد؟ مگر دل صدای دل دیگر را حس نمی کند؟ در پیشانیت نیز ایزی سجده را میبینم. رحمت، حالا باشد مرا خوب گوش کنید. این آدم ها نقشه دارن که عملیات بزرگ را انجام دهند. فهمیدم. برای همین اجازه دید که از اینجا آقای مدیر، عارف را دستگیر کردن. تو چی ها میگویی؟ آنها را میبینم، او را میپرانم. شاهین، شاید آدمی ما باشد، باوری داری؟ به طرف عارف سلاح کشیده است. خیر، با چی کار میکرد؟ خدایا، چی عارف را با آغوش میگیری؟ اگر آدمی ما نباشد چی؟ عارف را میپراند. شما زودتر از اینجا برید. اجازه دید که از قفل گریزم، لیکن نباید این کار را درک کنم. مایلش، نگران نباش. رستم کو، سلاحت را پرتاب. نسیم چیکار میکنی؟ یکی از دشمنهای ما را دستگیر کردم. زودتر او را فرام. نه، او را اسیر میگیر. نباشد من او را میکشم. مایلش شد شد. این حرامی را من دستگیر کردم و او را خودم میکشم. از آن زن میگویم. کسی او را فرام. از اینجا رفتن لازم. شاهین، تو چیکار کردی؟ تو را نجات دادم. استخباراتی را پروندی. آیا نمیبینی؟ آدم خدا ما را پروندی. چیکار کردی؟ شما زودتر شو، زودتر. این آدمی ما بود. کارها چطاق شد. جوره صبر کن. تیر به کتفش در آمده است. خدایا نمرد. طاقت کن برادر. یاری تاکید رو همش خوب بجا نمیرد. خدایا نمیرد. اخرب پنج. زودتر به جای حادثه یاری تجلی رو روان کن. صالح، چی گپ شد؟ آقای مدیر، خبری ناخوش. شاهین کارمند استخبارات رو پروند. میدانستم که این خیل میشود. سرمان در بلا ماند، در بلای عظیم. کمی زودتر راه گردید. بالتا، ظریف، شما به خانه در آمده کنی بینید یگان نفر مانده است یا نه؟ اطاعت کن. صبر کن برادر. خدایا نجاتش ده.
نپرونید تسلیم شوم. سلاحت را پرتا. هاشمی خبرو بمب ها در کجاست؟ گبزن. چه بمب؟ چه؟ آیا پنیر گویم ها؟ ای نابکار چنان تو را لگد خوب کنم که از حیاتت بیزار میشوی. در کجاست؟ در کجاست؟ گبزن. در داخل جیوان. کدام؟ انا همون. همین؟ بله. اکا امانت رو در این جاست. اکا انرژی بدرون دارم. اکا امانت رو در این جاست. خدایا نبرد. اکا در خانه یکون چیز نیست. بمبای نوی استجار یافته. من همه رو برباد دادم. اکنون مرا نیست میکند. من چی جواب میداده باشم؟ جوره چه حال داری؟ خوب هستی؟ خوب هستم. انشالله صحت میشه. عارف سلامتی از چه خوب شدم مدیر. به هر حال باید او را به بیمارخانه بریم. میلش ماشین یاری تعجیلی می آید. آقای مدیر وقتی که با عارف سلاح کشه گمان کردم که تروریست است. برادر چرا به سخنهای من گوش نمی اندازید؟ آقای مدیر نیت شاهین نجات دادن عارف بود. قریب بود که یک نفر را میکشت. اگر به او یگان حادثه میشد چی؟ برای ما دردی سر میشد. همه ای ما را جزا میدادند. مرا شنیدید؟ آقای مدیر مرا خوب گوش کنید. این آدم‌ها نقشه عملیاتی بزرگ دارند. باز یک سپاهی نو گرفتند. چی بودنش را فهمیدی؟ سوی قصد تشکیل میکنند. اما علیه کدام شخصیت میکنند؟ چی یگان معلوماتی داری؟ هدف آنها از مقامات امنیت میباشد. اما شخصی هدف بوده را هنوز نمیدانم. این شخصی خواب رفته متخصصی بمب ها میباشد. مواد ترکنده را او میگذارد. حالا باشد او مرده رفت. میلش مشوره‌اش رو میبینیم. خودت را عذاب نده. آقای مدیر این عملیات خرد نیست. شما نمیفهمید. آیا از دست ما یگان کار میآید؟ میآید آقای مدیر. جوره من متخصصی بمب هستم. آیا مرا به درون در آورده میتوانی؟ اکا تو چی ها میگویی؟ این خیل نمیشه وزاری. آنها همه را خوب میشناسند. فکر میکنی که متخصص خود را نمیشناسند؟ نه نمیشناسند. آنها یکدیگر را نمیشناسند. بسیار. آیا این کار را کرده میشود؟ بله میشود. اما مشکل است. میلش من راضیم. لازم شود من میکنم. امشب در دیگر روز را واکری داریم. نقشه عملیات را آنها ترتیب میدهند. تو این کار را میکنی؟ آخر این بسیار خطرناک است ظریف. میکنم. از فکری ظریف دیده فکری سرداری شعبه مهمتر میباشد. برای این کار را کردن باید اول از او اجازت گیرد. آقای مدیر باید خطای کردن را جبران کنیم. رفیق خان مدامه که ما یک گروه هستیم پس باید خطای شاهین را یک جا جبران کنیم. این کار در گردن ما خرج میباشد. میبینید اول تو را به دیوانخانه بردم. آیا یکان گپ شد؟ نه بخیر است من کمی لات خوردم. جناب خوب شده است. نگران نشوید. ما همه طرفه فکر میکنیم. ظریف شخصی با تجربه میباشد. خواطر نشوید. رفیقان برای عملیات اجازت گرفتم. امنیت و استخبارات به ما کمک میرسانند. ظریف آیا میدانی که تو چی کار میکنی؟ برای وطن خدمت میکنیم. باز چی کار میکنیم؟ قلم تیار است. تیار آقای مدیر. در داخل این جهاز را جایگیر کردم. در تمام این مکان و شرایط ها کار میکند. موج دهنده بزرگ است. آفرین. صالح سومن و بالته با واسطه این جهاز هر یک قدمی او را نظارت. بله آقای مدیر. اکی صالح اگر کارها چطاق شوند کلم را تاب بدید. اگر تاب دادم سپس شما به حرکت در آمده حمله کنید. میلش
اکا گماشته خوبی مثل جیمز بوند اکای ظریف قدت روزا. جدی شوید. اگر در این عملیات یک خطای کوچک کنید همه ما رو نیست میکنند. فهمیدید؟ احتیاط شوید. نگران نشوید آقای مدیر. انشالله کاری میکنه که با ما فرق میکنه. آقای مدیر من آماده‌ام. خیر مید. خداوند مدد. آمین آمین. خداحافظ سردارم. ظریف احتجاب میکنم. احتیاط شد. نگران نباشید اکا یک اشاره کنید کافیست. در آتر رو در پیشانیش میخورد. برادر جانم با دقت باش ظریف. خوب شد است من. دستت چخیر شد؟ تا حال درد میکند. بسیار بد تاب خورده است. اکا عارف چخیر شد؟ این شرک رو بینید. اکا چخیر شدم؟ زبید است یا این رو پوشم؟ اجرا آخر همه اینها یک رنگند. فهمیدم اکا. از همه قیمتش همین بود. تو چی دیوانه شده؟ آخر نخنامهشون آویزان است. نه اکا خودم نمیدونم. آیا کار احمقانه کردم؟ یعنی؟ اکا نمیشود که من نروم. عقل و هوشم در ظریف میباشد. چی دعوت دختر را رد میکنی؟ آخر مسئله ظریف مهمتر است. ما همراه ظریف میشویم. تو با دختر وعده داده که میایی؟ بله اکا. این طور باشد حتما باید روی. در حالت ناعلاجی باشیم هم تو باید روی. وعده دادی و وعده وفا کن. خیر میلش من میروم. میلش برادر. اکا شاید من دیر آیم. احتمال به لب دریا میرویم. خوراک ها رو میبینیم. نرخ خوراک ها رو میبینیم. بعد خوراک میخوریم اکا. کارلس این راکت برادر. خدا شما را دارنده کند. تمام پولم را با مادرم روان کردم. همین که معاشم را گرفتم برمیگردم. خیر بس کن. کو زودتر را. دختر رو انتظار نکن. خدا حافظ. این شب شبی عروسیه یار یاره یار یاره یار یار. اوه بخیر است. مگر با وخوری می روی؟ بله زنگ زد. حتما بخوریم گفت. خیر رفته یک خوراک بخوریم گفتم. راضی نشدم اما نخواستم که دل دختر رو شکنم. بس کن. معلوم است که کی رو زنگ زده است. چی معلوم است؟ عارف در خانه است؟ بله در خانه است. همراه یکی شاهین نشستند. شاهین؟ بله. او در اینجا چیکار میکنه؟ کمی غمگین شده است. نخواستیم که او را تنها گذاریم. خودت میفهمی که. خیر من رفتم. تو بازی. این شب شبی عروسیه. چی شد با تو؟ از سرم بیرون نمی شود. آن لحظه ها هیچ از نظر من دور نمی شود. چرا تو او را نپروندی؟ دلم گفت که نپرون. بس کن ساست را. اگر فهمانم هم تو نمیفهمی شاهین. به هر حال فهمان. کارمند استخبارات مردی با ایمان بود. از کجا فهمیدی؟ ظاهر و باطین شخص با ایمان یک رنگ است شاهین. منافق نشانه های خود را دارد. آنها 3 نشانه عمومی دارند. یکم هنگام تکلم دروغ میگوید. دوم وعده خلافی میکند. سوم به امانت خیانت میکند. مؤمن چخیر میشود؟ نشانه مؤمن در چهره‌اش ظاهر و روشن است. آیا همین است؟ این فرموده های خداوند میباشند نه سخنان من. خدایا میدانم که باور نداری اما آن شخص را تو پرونده. نه
علاوه بر این نه اجازت گرفتی و نه به چهره او نظر کردی. تو کی آمدی؟ هنگامی کارلوس بر آمدن. در اینجا چیکار میکنی؟ چی؟ آیا آمدنی من گناه است؟ مرا به دادگاه میکشی؟ گفتن که دستش آسیب دیده است، دارو آوردم. بخیر است؟ آیا یگان گپی شد؟ نیست جانکا، یگان گپ نیست. من رفته چای دم کنم؟ مالش. ناراحت شدی؟ بله، کمی ناراحت شدم. گوش کن اکا، در این کارها نباید احساساتی شدی. این آدم ها خدا رو نمیشناسن، برعکس همیشه دشنام پس میزنن، سخنهای قبیح میگوین. مجبور صبر و طاقت میکنیم. راستی این احمق ها مرا بسیار ناراحت کرد. اگر یگان نام مخالی کنند و گمانم حمله میکنند. نباشد تو رو میکشم. کشتن گیرم. از شنیدن حقارت علیه حضرت پیغمبر مردن بهتر است. راست میگی. میروم. باز ما در ماشین منتظر میشه. بله یگان مشکلی نیست. بله مشکلی نیست. این ملهم را یک بار دیگر سحر بیمال. باز دیرتر استفاده کن. اگر نشود من درشو به حل میکنم. خوب شده است، یگان مشکلی نیست. من خودم حل میکنم. تشکر. من نمیدانستم که تو اینقدر مهربان هستی خانم فیضیه. وظیفه من این است. نمیخوام که دوستانم ضرر بینند. عارف با آسانی هر کس را دوست انتخاب نمی کند، اما چرا این طرگاه میزنی؟ تشکر. شاید بر قصد من این گونه رفتار کنی. نمیدانم. البته یگان سبب دارد. خیر میلش، من چای رو بیارم. من با تو کمک میکنم. تو چیکار میکنی؟ چیکار کردم؟ یگان تغار آورد و پایهایش را هم شوی. مقصدت چیست؟ روشن‌تر گپ زن. قریب بود که به درونی دهانی عارف درایی. شاهین دیوانگی نکن. چی گفتند رو خودت میفهمی؟ مرا گوش کن. فراموش نکن که او به پدری تو چیکارها کرده بود. فهمیدی؟ یگان چیز رو فراموش نکردم. راستی گپ نگاهت به من معقول نشد. تو خودت کسی همیشه مرا زیر سوال قرار میدی. مگر با که چگونه رفت آمد کردن رو از تو پرسم؟ خدایایی رو بینم. فیضیه گوش کن. مرا عصبانی نکن. شما چای رو از یغمان میارید. آخه زودتر بیارید یک پیاله چای نشه ما خورده بستش نگیر. عصبانی نشه. آخر ما یک نقشه داریم. نگران نباش. حالا من دیوانه نشدم که به حشرات عاشق شوم. او با من هم معقول نیست. بسیم تو هستی؟ بله این همان رفیقی که گفته بودم. از پس من بیایید.
این رفیقمون با عملیات جواب میگوید. ظریف منیجا برادر این تویی؟ بله من ظریفم. آیا شما یکدیگر رو میشناسید؟ در مکتب میونه در یک صنف میخوندم. من میدونستم که تو با مو پیوست خمیزین شدم و بخیر هستم. از کی بود تو در گروه مویی؟ 5 سال شد. بعد از ختم دانشگاه با شما شریک شدم. این شخص در مکتب متمتیکا را خوب میدونست. علاوه بر این صدایش زیبا بود. تو همیشه با معلمان جنجال میکردی. بیشرفون ما را عذاب میدادند. من نیجا آخر سیستم اونها همین میدانیم. الو مایلش می نویسم. یگون کس قلم دارد؟ قلم؟ من ندارم. یگون کس دارد؟ می نویسم. تو تماما تغییر یافتی. گبزن اما نوشتم جرم قلم را گیرم. قلمت زیبا بوده است. با من توفه نمیکنی؟ با خدا این رو با من توفه کردن. توفه عاشقانه نمیشد و تو میدادم. من این رو میگیرم. در دست من نیست. همچون همکار شما این رو میگیرم. مهم نیست. مایلش از پای کار شوید. مایلش تا بازدید تو را. ظریف از ماشین فرامد؟ نه نفرامد. تا حال در ماشین است. آخر ماشین نشان میدهد که حرکت کرده است. نه جانکم ماشین تا حال حرکت نکرده است. خدایا کارمند استخبارات با آدم دیگر فرامد. اشتباه شده است. آن جهاز را یافته باشد. گمان نمی کنم. اگر می یافتند حالا همه را به پا می‌خواندند. ماشین حرکت می‌کند. آنها را نظارت دارم. اگر علم در ثریا باشد بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیثی پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمربستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی همدانی، جامی، بیدین و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه‌ای را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.